ماجیک آیس بلژیکی امروز داریم. سلام، من اومدم امروز با تهیه یه ودکای تابستونی در زمستون فلان با ودکای بلژیکی آیس ماجیک. اسم این ودکا آیس ماجیکه به خاطر اینکه یه طعم خیلی خنثایی داره، برای همین اسمشو گذاشتن آیس. خنثا بودنش هم خوبیش به این دلیله که میتونین خیلی راحت با میوه ها میکسش کنین و طعم میوه ها خودشو خیلی قشنگ نشون میده. بریم امتحانش کنیم. بلوبری یخزده داریم، توت فرنگی یخزده، چند قطره لیمو می‌خوایم واسه بالانس طعمش و از اون طرف هم سودای بری. حالا میتونین از هر طعمی که دوست دارین استفاده کنین و ماجیک آیس. یکم بلوبری می‌ریزیم، دو تا دونه توت فرنگی، این برای یه دونه کوکتله. چند قطره لیمو که البته لیموشو درستش اینه که بعدش بریزیم. من چون که مادلر ندارم مجبورم توی میکسر بریزم، پس برمیگردم. مخلوط ما آماده شد. خودش انقدر جذابه که دوست داری همینجوری خالی خالی بخوریش. خب یه قاشق از توت فرنگی و بریمون می‌ریزیم برای یه دونه کازا برای یک نفر. البته حالا هر کسی بسته به دوزش. ما چون که اینجا شات نداریم از خود درش به عنوان شات من استفاده میکنم. دو تا، اینم سومیش. خب چه شود؟ یکم لیمو و سودا. من یکم هم سودا توی مخلوط کن که بود، یکم هم سودا ریختم که موادم نرم بشن. یه همش بزنیم یخ حتما فراموشتون نشه. ما دیگه اینجا با کمبود امکاناتیم دیگه، ولی خب هوامون انقدر خودش خنکه که یخ نیاز نداره. بزنیم به سلامتی. امشب تولد منه و واقعا بهترین کوکتلی بود که میتونستم تو شب تولدم بخورم. سلامتی همتون.